این است که وقتی ما میرویم سر قبرستان دعا سلام بکنیم السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم یا اهل القبور. همین که چیزی دیگر شما نگویید، بگید السلام علیکم یا اهل القبور، یعنی که شما دعا کردید. السلام علیکم این درود بر شما، سلامتی بر شما، و این دعای خیلی هست. السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لکم، یغفر الله لنا و لکم، الله متعال ما را و شما را ببخشد. انتم سلفنا و نحن بالاثر، شما قبلا رفتید ما پشت سر شما میاییم. این دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند، میخوندند هر وقتی که میرفتند که این دعا را میخوندند. یا دعای دیگه السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین، این دعا هم ثابت است. دعاهای دیگری هم هست. حداقلش این است اگر ما نمیتوانیم که سنتی رو انجام بدیم، بدعتی رو انجام ندیم. و عمل کردن بر سنت خیلی راحت هست، خیلی راحت هست. همین که شما سر قبرستان بروید و بگید السلام علیکم یا اهل القبور، این در واقع دعایی هست.